سلام بچه کلاس هفتم. امروز میخوایم که درس یکشون رو با هم دیگه یه مرور و تمرین کنیم. Lesson 1 Conversation. Listen to the English teacher greeting his students in the class. Teacher: Hi class. Students: Hello teacher. Teacher: Thank you. Sit down please. I'm your English teacher. My name is Ahmad Karimi. Now you tell me your names. What's your name? Student 1: My name is Ali Mohammadi. Teacher: How are you, Ali? Student 1: Fine, thank you. Teacher: And what's your name? Student 2: My name is, for example, Arya. خب ببینید جمله اول تیچر میگه های کلاس. های به معنی سلام، کلاس هم که همون کلاس میشه سلام کلاس. جمله دوم که استودنت ها میگن هلو تیچر، باز هم در پاسخ به معلم یا همون تیچر جواب میدن هلو تیچر، سلام معلم. تیچر در جمله سوم میگه که thank you sit down please. thank you به معنی ممنون، sit down به معنی بشینید، please لطفاً. پس میشه thank you sit down please. ممنون از شما، بشینید لطفاً. I am your English teacher. من معلم انگلیسی شما هستم. My name is احمد کریمی. اسم من هستش احمد کریمی. Now you tell me your name is. و الان میخواییم که درباره اسم شماها صحبت کنیم. What's your name? اسم تو چیست؟ اشاره به student 1. در جواب student 1 میگه که my name is علی محمدی. اسم من هست علی محمدی. تیچر میپرسه که how are you علی؟ حالت چطور علی؟ student 1 یا همون علی پاسخ میده fine thank you. ممنونم، ممنون از شما جورایی. و جمله بعدی and what's your name. خطاب به دانش آموز دوم یا student 2 میپرسه که اسم تو چیست. my name is for example آریا. اسم من هست آریا. و این هم صفحه اول lesson 1. صفحه بعد درس page 7 practice 1. Hi Ali. Hi Reza. Hello Mariam. Hello Kimia. How are you? Fine. Thanks. Thank you. How are you today? Great. Thanks. Good morning. Good morning Mrs. Azari. Good afternoon. Good afternoon Ms. Moniri. Good morning. Good morning Mr. احمدی. خب اینجا در پرکتیس 1 اولین جمله میگه که های علی. علی سلام. و در جوابش میگه که های رضا. رضا سلام. هلو مریم. هلو کیمیا. سلام مریم. سلام کیمیا. های و هلو دوتاشون معنی سلام رو میدن. های و هلو یه تفاوت دارن که های برای مثلا صمیمیت بیشتره، هلو یکم رسمی تره. یعنی مثلا شما با دوستاتون میتونید بگید های، یکم صمیمیت بیشتری داره نسبت به هلو یکم رسمیه، سلام رسمی طوره. How are you یعنی حالت چطوره؟ در جواب میشه fine thanks thank you. یعنی fine یعنی که ممنون، خوبم. thanks همون ممنونه، خورده صمیمی تر. thank you بازم میشه ممنون. thanks و thank you دوتاشون یه معنی میدن، ممنون. fine که یعنی خوبم. thanks و thank you دوتاشون میشه که ممنون. تفاوتشون اینه که باز صمیمیت و رسمیت داره.
thanks صمیمیت بیشتری داره، مثلا برای دوستان و اینا. thank you خود رسمی تره. جمله بعدی که how are you today، امروز حالت چطوره. today به معنی امروزه. how are you today، امروز حالت چطوره. great thanks، great که همون به معنی عالیه، thanks هم خب به معنی همون ممنون. good morning، good morning معنی صبحت بخیر و در جوابش مثلا گفته good morning Mrs. آذری. یا جمله بعدی good afternoon ظهرت بخیر و در جواب گفته good afternoon Ms. منیری. جمله بعدی good morning در جواب good morning Mr. احمدی. good morning همون میشد که صبحت بخیر. good afternoon ظهرت بخیر. و ما مثلا میتونیم بگیم good evening good night. good evening معنی عصرت بخیر و good night به معنی شبت بخیر. و نکته که باقی مونه تو پرکتیس وان اینجاست که میسیز مز مستر اینجا هستش که در زبان انگلیسی وقتی برای یک خانم صدا بزنن که اون میدونند که ازدواج نکرده یا سینگل بهش میگن مس. اونجا که در جمله نوشته good afternoon مز منیری. یا وقتی که مثلا میدونن یک خانم مجرد مرید بهش میگن میسیز. یا موقعی که نمیدونن برای یک خانم چی بگن، نمیدونن نه مجرده نه متحل، میگن مز. ولی برای آقا مجرد و متحل دیگه فرق نداره، فقط مستر صدا میزنن که من در صفحه بعدی برای شما نمایش و توضیح همه اینا رو کامل میدم. Practice 2. What's your name? My name is Ali. I'm Ali. What's your first name? My first name is Mina. What's your last name? My last name is Karim. این که همون جور که گفتیم در ویدیوهای قبلی چه what's your name اسم تو چیست. میتونیم هم با my name is Ali بگیم هم I'm Ali. مثلا از من میپرسن what's your name، من میگم که I'm Arya یا میگم که my name's Arya. اینجوری میتونیم بگیم. what's your name که میشه اسم تو چیست، my name is Ali و I'm Ali هم دوتاشون یک معنی میده، میشه اسم من هست علی. what's your first name اسم کوچک تو چیست، my first name is Mina اسم کوچک من هست مینا. what's your last name فامیلی تو چیست، my last name is کریمی فامیلی من هستش کریمی. و ما مثلا میتونیم بگیم what's your nickname اسم مستعار تو چیست. اینجوری هم میتونیم بگیم که من این رو بهش اضافه میکنم. بریم صفحه بعد که توضیح کامل رو بدم. Page 8. Listen to the teacher greeting her students in class. Teacher: Hi class, I am Moradi, your English teacher. Class: Hello Mrs. Moradi. Teacher: Now you say your name is 1B1. You please, what's your name? I'm Kimia Komijani. Teacher: Excuse me, how do you spell your last name? Komijani. Komijani. Teacher: Thank you Kimia. Now you please say your name. My name is for example Mina. خب ببینید
جمله اول رو میخونیم و تا ادامه معنیاشون رو بهتون میگم. های کلاس، سلام کلاس، خطاب به بچه های سر کلاس. I am مرادی، من مرادی هستم. Your English teacher، معلم انگلیسی شما. در پاسخش کلاس جواب میده Hello Mrs. مرادی، سلام خانم مرادی. معلم میگه Now you say your name is 1B1. میگه که اکنون شماها با همدیگه اسماتون رو یکی یکی بگید به همدیگه. You please what's your name؟ شما لطفا اسم شما چیست؟ کیمیا پاسخ میده I'm کیمیا کومیجانی، من کیمیا کومیجانی هستم. تیچر میگه که excuse me، ببخشید. How do you spell your last name؟ میپرسه که اسپل فامیلی شما چیست؟ last name. اسپل کردن یعنی حرف شدن اسم، فامیلی، first name، last name. How do you spell your last name؟ اسپل فامیلی شما چیست؟ کومیجانی، K O M I J A N I. تیچر پاسخ میده Thank you کیمیا. Now you please say your name. Student, my name is for example مینا. تیچر پاسخ میده که ممنون کیمیا. اکنون شما لطفاً اسمتون رو بگید. خطاب به دانش آموز. ببینید شما وقتی ازتون میپرسن how do you spell your last name or how do you spell your first name، اول باید اسمتون رو بگید بعدا اسپلش کنید. مثلا میپرسن how do you spell your first name؟ اسم کوچیک شما چیست؟ اول میگید که آریا or my name is آریا A-R-I-A-Y. مثلا همچین چیزی جواب میدید شما. اینم از صفحه 8. بچه ها صفحه 9 باید دی converse listening and reading، اون رو باید خودتون کاملش کنید با استفاده از بارکدی که هست در بالای صفحه. بارکد رو اسکن کنید و پاسخ به سوالات رو انجام بدین. عزیزان خوب این صفحه رو ببینید. برای ومن به معنی زن ما میخوایم صداشون بزنیم. در زبان انگلیسی چند تا قواعد داریم که اگر مجرد باشه بدونیم، البته مجرده، به یه اسم صدا میزنیم. اگر بدونیم که ازدواج کرده به یه اسم صدا میزنیم و اگر ندونیم که ازدواج کرده یا ازدواج نکرده به یه اسم صدا میزنیم. برای خانم ها مس که به معنی برای کسایی میگن که برای خانم هایی که بدونیم ازدواج نکردن و مجرد هستن. مثلا میخوایم بگیم خانم آذری، مز آذری، میدونیم که ازدواج نکرده پس صداش میزنیم مز آذری. برای اونایی که ازدواج کردن میگیم که میسیز آذری. برای اونایی که میدونیم ازدواج کردن میسیز. برای وقتی که ندونیم که ازدواج کردن یا نکردن میگیم مز. مثلا مز آذری، اینجا نمیدونیم که ازدواج کرده، نمیدونیم که ازدواج نکرده. من براتون جلوشونم مساوی گذاشتم مس سینگل برای خانم‌های سینگل یا ازدواج نکرده، میسیز برای مساوی مرید یعنی ازدواج کرده، مز برای کسی که نمیدونیم. اینجا هم نوشتم برای
هر دوتاش میشه، هم کسایی که ازدواج کردن و هم کسایی که ازدواج نکردن. برای مردان، مرد، اینجا برای تمامی مردان که بدونی یا ندونی ازدواج کردن یا نکردن از مستر استفاده میکنی. مستر مرادی، مستر آریا. پس برای مردان فقط از یک کلمه استفاده میکنیم. مز، میسیز، مز، ستاشون معنی خانم میدن و مستر هم معنی آقا میده. فقط این قواعد برای مجرد و متعلشه. ممنون، خدا نگهدار.